در آذربایجان برای دیده شدن باید بروی. هیچ تمدنی بدون اسطوره‌هایش دوام نمی‌یابد و هیچ ملتی بدون اسطوره‌هایش نمی‌تواند حافظ خود و داشته‌هایش باشد. قطعاً برایش اسطوره تعریف می‌کنند و پتانسیل آن ملت و جامعه را در خدمت گرفته و استعمار می‌کنند. در طی مراسمی که به مناسبت بزرگداشت رحلت استاد شهریار و روز شعر و ادب برگزار شد، از استاد فرهیخته و ستاره پرفروغ فرزند تبریز و آذربایجان استاد محمد علی جدیدالاسلام با اهدای نشان درجه 1 هنری تقدیر شد. به هر حال به عنوان فردی که سالها در جهت بزرگ داشت و تقدیر از ایشان و استفاده از گنجینه هنری مادی و معنوی برای عظمت و افتخار آذربایجان که در عرصه عکاسی با عشق و پشتکار ایجاد کرده اند تلاش داشته‌ام، قطعاً از این بابت خوشحالم. اما نمیدانم این چه فرهنگ و تفکری و از کجاست که بر مردم آذربایجان حاکم شده است. برای ملت ما حرمت به بزرگ و قدردانی از اسطوره و اطاعت از سرکردگانش جزء لاینفک فرهنگ و منش زندگیش بوده است. اینک در این مرز و بوم برای بودن باید نباشی، برای دیده شدن باید بروی، برای قدر پیدا کردن باید حکم تأیید دیگران و یا کشورهای بیگانگان را داشته باشی و در صورت استقامت و اصرار به سوختن برای ایجاد روشنایی، افتخار برای شهر و منطقه خیش تنها زمانی و در حدی یادت می کنند که بتوانند بشکنند. تا هستی نه برای دیدارت وقت پیدا می کنند، نه سخنت را می شنوند و نه مرهم واقعی برای زخمهایت می شوند.